آقا یه موضوع مهم میخوام بهت بگم. توی روزهای بازار که بازار کلا جون نداره، هیچ انگیزه‌ای نداره آدم بخواد کاری کنه، بهترین کاری که میتونه اتفاق بیفته چیه؟ تایم فریم پایین بشینی ترید کنی و از بازار سود بگیری. شاید این هزار جور گفتن ها استراتژی 1000% اینا همه رو بریز دور. امروز بهترین راه حلی که میتونی از بازار سود بگیری تو این بازاری که رو به رو بوده، دور تریدراست دیگه. باید از بازار بشین تو تایم فریم پایین سود بگیری. میریم چند تا تکنیک رو هم بررسی کنیم و ببینیم که چطوری میتونیم از بازار استفاده کنیم. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر از انرژی باشید. من علیرضا هستم و کارم معامله‌گری در بازارهای مالی. امروز تو این ویدیو طبق همونجوری که اول ویدیو بهتون گفتم، ما امروز با هم بررسی کنیم که ببینیم چطوری تو تایم فریم های پایین میتونیم معامله کنیم. حالا با هم بیاید روی چارت. من میام ذره عقب‌تر. خب بچه‌ها، همونطوری که در روی چارت می‌بینید، اول اینکه باید شما فیلتری واسه خودتون داشته باشید که آقا چه ارزهایی برای اون روز انتخاب کنیم. زمانی که اون ارزها رو انتخاب می‌کنی، تازه باید حالا تصمیم بگی. اگه بلد نیستی بگید که آقا مثلا اون مدلی که باهاش لیست روزانه تو انتخاب می‌کنی رو بهم بگو، من این ویدیو جدا باهاش بسازم. و قطعا هم حالا نگیدم میسازم، ولی تو کامنت‌ها بگید. خب آدم انگیزش واسه ساخت اون ویدیو بیشتر میشه. توی تایم فریم بالا اول میام ارزو چک میکنم. الان به عنوان مثال یه دونه ارز اتم رو باز کردیم. تو ارز اتم نگاه کن، میام تو تایم فریم بالاتر. آقا اول روند کلی ارز رو من در نظر میگیرم. نیاز نیست عجول باشی، نیاز نیست با چارت بجنگی و هر دقیقه تو همون لحظه‌ای که اومدی بخوای باهاش ترید کنی. اصلا چنین چیزی نیست. تو باید صبر کنی که بهترین اتفاق واسط رقم بخوره. الان تو یه سری کلوزهای مهم داری دیگه. اینجا تو تایم فریم های ویکلی میای مشخص میکنی. حالا چون اگر مبتدی تر هستی، بیا تمام اکثر این کلوز ها رو مشخص کن. مثلا اینجا رو واسه خود علامت بزن. الان اینجا واسه من تایم میارم پایین تر، مثلا اینجا این کلوز رو میارم اینجا، این کلوز مثلا اینجا، بعد کلوزهای دیگه مهم که هست اینجا. مثلا اینا رو همه رو واسه خودمون علامت میزنیم و میتونیم بیایم تو تایم بالا ترند هامون هم حتی رسم کنیم. مثلا میگیم آقا این ترند حمایتی ما بیشترین برخورد رو مثلا داشته و میایم یه پله تایم فریم پایین تر. مثلا هر چیزی که حالا تایم فریم ها رو واسه خودتون اینجوری مثل من این بالا چیدید، حالا میایم یه پله تایم فریم پایین تر. تو تایم پایین تر میبینیم که چطوری. میگیم آها این سطحی که ما مشخص کرده بودیم اونا واسه کلوزهای هفتگی بودن دیگه، درسته؟ پس این 200 سطح مهمیه. مثلا به عنوان مثال الان سطحی که همین الان روش هست سطحیه که تو هفتگی کلوز داده و مهمه که آیا این به سمت بالا شکسته میشه یا نه. میایم اینجا دوباره رو این کلوزها میتونیم علامت گذاری هایی کنیم. یعنی مثلا میتونیم بگیم آها تو 3 روزه هم این کلوزها مهمه. ولی میایم دیلی یکم دقتش خب بهتره، بیشتر خب چک میکنم معامله گرا. و اینو این چی خط چی اومد. خب میایم اینجا تو تایم فریم دیلی میبینیم که ما تو این وضعیت بازار که فعلا هستیم، ما اینجا یک کف ایجاد کردیم و یک کف پایین تر. پس میگیم آقا روند کلی ما که کلا از اینجا داریم میریزیم فعلا نزولیه دیگه. روند ما چیزی به اون صورت تغییری نکرده و ما حالا میایم بعد ببین با دقت بیشتر باشه یه ترند اینجا میکشیم. میگیم بله اینم بر سند حرفمون. چرا؟ چون روندی که اینجا ما داریم ترند نزولی هنوز اصلا شکسته نشده و هنوزم دیدگاهمون نزولی. از اون طرف هم روی مقاومت ماهانه هستیم. میایم تایم پایین‌تر، میایم تو تایم فریم 12 ساعته. میگیم خب خیلی جالب‌تر شد. تو تایم فریم 12 ساعته ما اینجا، من نمیدونم چه این خطایی میاد، تو تایم فریم 12 ساعته ما اینجا یه سطح حمایتی، یعنی بخشید سطح مقاومتی مهم داریم. اینجا رو ببین، این بخش دیدی؟ خب یه ترند داریم، کلوز ماهانه داریم، سطح مقاومتی داریم. پس این سطح برای ما سطح معتبری. ببین کافیه یه سطح رو پیدا کنی.
دیگه کافیه فقط یه سطح رو پیدا کنی که دیگه زیر و بمش رو بکشی بیرون. نگاه کن الان تو این سطحی که بعد پیدا کردی میبینی که چقدر قیمت قشنگ واکنش داد. حالا کجایی؟ تو تایم فریم 12 ساعته. یعنی اگر تو تایم پایین‌تر نگاه کنی خب این نوسان قابل توجهیه واسه. میای میبینی میگی که آقا من یک حرکتی چی داشتم؟ حرکت مثلا به صورت کپس داشتم، اینجوری داشتم و این مسافت رو دارم دیگه. قطعاً که نه. 80% مواقع اگر با خودت میگی این سطح شکسته بشه، به اندازه این محدوده که از اینجا فاصله علامت زدیم فلش زدیم تا اینجا میتونیم حرکت کنیم. واسه خودت علامت میزنی. پس تو ذهنت داری اولویتت با چیه؟ اولویتت با پوزیشن سله. چرا؟ چون هنوز تو روند تغییر نکرده. تو نمیخوای خلاف دریا شنا کنی، کشتی بگیری با بازار و بجنگی. و الان هم اتفاقی جایی هست که مثلا موقعیت معاملاتی داره بهت میده. میای تایم فریم پایین‌تر، میای تایم فریم 1 ساعته، میای تایم فریم 1 ساعته، واسه خودت چیکار میکنی؟ اون همه الگوهایی که کشیدی هست دیگه. حالا من تمیزترش میکنم، اونا رو پاک میکنم که شفافتر ببینی. ابزار زیاده. مثلا میام از ابزار کانال استفاده میکنم. بچه همه ابزارهای کانال تحلیل کردن اینا همه رو بهتون یاد دادم. داخل چنل من هست. بچهای قدیمی میدونن. برید دوره پرایس اکشن کامل ببین، تکنیکال ببین، همشون رایگان تو اینجا هست. دوره اقتصادی شروع کردیم، همه رو برید ببینید. به خدا تنبلی نکنید. تو این شرایط باید هر جوری باشی، چه سن 12 13 سالته، 14 سالته، 15 سالته، 16 سالته، چه بالای 20 سالی، هر چی هستی بالاخره باید هم واسه خودت هم واسه خانواده کمککاری باشی دیگه و میتونی با این رسیدن. ولی اگر عجول باشی، نه عجول باشی بیشتر به خودت ضرر میزنی. خب اینجا میام یه کانال رسم میکنم، میگم آقا اینم توی کانال سعودی داره اینجا حرکت میکنه که ما بخوایم اگر دقت کنیم این ترند رو در نظر بگیریم، انتظار چی داریم؟ اینجا انتظار داریم که آقا یه برگشتی ما حالا از معامله داشته باشیم که بتونه تا اینجا حرکت کنه. چرا تا اینجا میتونه حرکت کنه؟ چون اینجا هم 2 تا بحث وجود داره. یه سطح حمایتی کوتاه مدت، 1 2 3 تا برخورد و کف کانال سعودی که تو کوتاه مدت کشیدیم هست. پس اگر بخواد اینجا برگرده موقعیت مهمیه واسمون. و واسه خودمون اینجا اگر پوزیشن سل بخوایم بگیریم، ما اینجا تصمیم میگیریم که اگر پوزیشن سل بخوایم بگیریم استاپمون رو مثلا بالای این کلوز، بالای یک کلوز 4 ساعته مثلا بالای این باکس قرمزمون بذاریم و هدفمونم مثلا میتونیم بیایم بذاریم آقا همینجا. این معامله از نظر من ریسک به ریوارد معقولی نداره. چرا؟ چون اگه می‌خواستیم ما ورود کنیم باید اینجا ورود می‌کردیم رو همون سطح ماهانه‌ای که ما هم تشخیص دادیم تا این ریسک به ریوارد این معامله با هم بخوره. 8% سود در ازای چند؟ در ازای مثلا 2-3% ضرر کردن. این معامله معقوله. ولی اینجا یکم دیر میشه. خب اینجا چیکار می‌کنیم؟ اینجا ما میتونی بگیری ولی ریسک به ریواردت میگم جاییه که میگم هر دقیقه نباید ترید کنی. میای تایم فریم پایین‌تر میبینی که اوضاع چطوره. اوضاع تو بازار میبینی، میای اینجا واسه خودت میتونی از ابزار مثلا فیبو استفاده کنی، مثلا واسه خود مشخص کنی. میگه آقا اینجا ما الان رو فیبوی چندیم؟ الان رو فیبوی 38یم. ما میگیم آقا رو فیبوی مثلا 618 یا مثلا فیبوهای اینجا که الان علامت زدیم 78 یا 88 میتونه واکنشایی داشته باشه که دقیقا میشه مسافت اینجا. پس ما یکم میتونیم صبوری کنیم که قیمت اگر اومد به این محدوده ها واسه خودمون اوردر بذاریم، اوردر بای بذاریم و بعد از شکستش اوردر سل بذاریم. بدون تعصب داری ترید میکنی دیگه. تو اصلا کاری نداری بازار کدوم سمت میخواد بره. تو یا سل میگیری یا یعنی تو ریزش سود میگیری یا تو داخل بالا رفتن سود میگیری، کاری نداری. اگر اینجا رسید اولویت با چیه؟ پوزیشن بای و میتونی واسه خود اینجا بذاری هدفاتو مشخص کنی و اگر این باکس شکسته شد نکن داره میاد کم کم و این باکس شکسته شد تو میای اینجا و پوزیشن سل رو استفاده میکنی. چرا؟ چون دیگه بعد از اون کانال شکسته و پوزیشن های سل برات اولویت داره. و اگرم که بالا رفت به سمت بالا شکون این باکس اصلی که تایم فریم بالا بررسی کردیم، میری مانور میری روی پوزیشن های سعودی. بازار چیز پیچیده و سختی نیست. یک جرأت میخواد که تو معامله‌گر هستی یا نیستی که تو اینستاگرام راجعش خیلی توضیح دادیم، داریم میگیم که آقا داریم پست‌های معامله‌گری میذاریم، معامله‌گری یاد بگیری چون معامله‌گری با تحلیلگری فرق داره دیگه. همتون هم دیگه فکر کنم میدونید استادی و من دیگه بیشتر از این سرتون درد نمیارم. حتما اگر سوال داشتید تو کامنت ها بپرسید و من سعی میکنم
جواب بدم همه رو بهتون، و یا اگر خیلی سوالا زیاد باشه رو سعی میکنم ویدیو بسازم. بچه یکی از دلایلی که من کم کامنت جواب میدم اینه که سعی میکنم ویدیوشو بسازم، چون سوالا اینجوری نیست که فقط تو یه کامنت جواب بدم و تمامش کنم، توضیحات داره که سعی میکنم طبق اولویت ویدیوهاشو بسازم و بهتون ارائه بدم. خیلی عشقید، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره و همین. فعلا خدا نگهدارتون.